افسران و سربازان به شما یک جان تشکر و مینتداری خود را بیان میکنم. مخصوصاً به سربازان احتیاطی که امروز با دعوت کنسیراتوی حربی سری وقت حاضر شده برای حمایه مرز و بوم وطن آماده هستند. شما بسیار با اعتماد باشید که در دولت ما تنجی آرامی تأمین است. تنها به خاطر احتیاط کردن، آماده بودن، باز هم مستحکم کردن امنیت دولت، تنجی آرامی دولت، مردم تاجیکستان، مرز و بوم اجدادی خود ما باید همه وقت آماده باشیم، احتیاط کنیم، زیرک باشیم، در غفلت نمانیم. وطن دولت وطن ما، دولت ما، زادگاه مای شما، وطن مای شما، در این خاک و اجدادی مادران مای شما، فرزندان مای شما، نبیره و ابیرگان مای شما کار و فعالیت و زندگی میکنند و مرز و بوم اجدادی را کی باید حمایت کند؟ خود ما، فرزندان این وطن. ما با یگان دولت و با یگان ملت یگان غرض سیاسی نداریم. ما بر ضد یگان دولت جنگ اعلان نکردیم و کردنی هم نیستیم. شما نترسید، غیور باشید، دلیر باشید. در همه لحظه های سختی، سنگینی، وزمینی دست یکدیگر را گیرید، کمک نمایید به یکدیگر. در این شب روزهایی که در کشور همسایه ما جمهوری اسلامی افغانستان بسیار وضعیت مرکب است، مخصوصا در سرحدات با تاجیکستان، ما از هر لحاظ باید آماده باشیم. از همین لحاظ سربازان احتیاطی در لحظه‌های ضروری ما دعوت کرده برای همکاری و کمک کردن به سرحدبانان باید دائم ما آماده باشیم. ما همه امکانیت ها را داریم. دولت سال 92 نیست. همه اقتدار را داریم. به افسران سربازان بار دیگر تاکید میکنم که در این شب و روزهای بسیار حساس ما زیرک باشیم، آماده باشیم، همه طرف آمادگی جنگی در سطح بلند داشته باشیم، سطح کسبیت خود را بلند برداریم، سطح کسبیت سربازان را بلند برداریم، شرایط خوبی خدمت و استراحت سربازان را مخصوصا اهمیت اولی درجه دادن در کار است. غمخواری در حق آنها ظاهر کردن در کار است. من به شما اصلا میگویم که 24 ساعت در سرحدات دولتی 24 ساعت هر یک ثانیه میشه زده تامین امنیت و دولت تاجیکان را 30 سال باز تامین کرده ایستاده. اصلا میگویم من به شما. در همه لحظه های وزمی و دشوار دانید که رهبر دولت پرزیدنت شما در پهلوی شما است. و شما یک جان تشکر و مینتداری خود را بیان میکنم. و موفقیت و خدمت بلند، پاک وجدانی، صداقت به ملت و دولت وطنی خود صادق باشید، جسور باشید، غیور باشید، دلیر باشید، حسی بلندی ملی داشته باشید، حسی بلندی وطن دوستی و وطن پرستی داشته باشید. امسال برای تاجیکستان سال مخصوص است. ما اکنون 30 ساله شدیم همچون کشور صاحب استقلال. و بینید قشون‌های سرحدی حالا 30 ساله نشدن از زمان تأسیس یابی، لیکن چگونه فرقیت است از روز تأسیس یابی تا به امروز. و باوری کامل دارم که با کمک و دستگیری دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در آینده زیست شرایط خدمت، تأمینات با مهمات جنگی، تکنیک های نظامی دیگر باز هم خوبتر و بهتر میگردد.
از همه برای ما، برای دولت، سلامتی شما در کار، خوشبختی شما در کار. هر یک جوانمرد آرزو دارد. خدا کند که همه شما را به همون آرزوی آمال نیکتان رساند. سلامت باشید، خوشبخت باشید. موفقیت شما باشید. با اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان، شرف